آیا واقعا دیدی در قتل توپاک نقش داشته؟ توی چند روز گذشته یه سری اتفاقات و خبرهایی از برگزاری اولین جلسات رسمی دادگاه دوین کیفیدی دیویس به بیرون درس کرده که بسیاری از آدم‌ها رو دوباره بر سر بررسی نقش دیدی در این اتفاقات به تردید انداخته و حرف و حدیث بسیار شدید برپا کرد. دادگاهی که با ارائه یک سری مدارک از همکاری دیدی با گروه کریپس، گروه دوین کیفیدی دیویس و استخدام اونها توسط دیدی برای محافظت از خودش، زمینه‌های ارتباط دیدی با اونها رو روشن‌تر کرده و حتی ادعا رو به باورپذیرتر بودن اون ادعای پرداخت $1,000,000 برای قتل توپاک به تیم دوین کیفیدی رسونده و خب خیلی برای باور هستن که احتمالاً این میتونه چراغ سبزی باشه برای بررسی روند پیگیری قانونی این اتفاق از سوی تیم حقوقی بر علیه دیدی، کسی که الان میدونیم واقعا در زندان هست و رویکرد بسیار عجیب و غریبی داره. و خب توی این برنامه من که حالا خیلی توی این چند روزه درگیر دادگاه توپاک هستم و جنبه‌های مختلف رو هی مورد بررسی قرار میدم، سعی دارم تا یک نگاه جدی به این پرونده داشته باشم و ببینم که زمینه‌ها و بررسی اتفاقات حضور و نقش دیدی، چیزی که مدت‌ها ازش صحبت میشه در جاهای مختلف و خیلی از آدم‌ها مثل امینم هم ازش صحبت کردن بارها و گفتن که خب دیدی کسیه که واقعا پشت پرده قتل توپاک و حتی بیگی بوده. چقدر واقعا این مسئله منطقی به نظر میاد و واقعا نقش دیدی در این ماجرا از چقدر؟ Who brought up the amount of $1 million? Shit, he did. Puffy did? Yeah. Okay. Wasn't you? No, it wasn't me. I shit. $1 million. I think. Yeah. Take it for 50. You know what I'm saying? Shit. So he brought up them $1 million. Yeah. Them project dudes will kill your ass for 1,500. ما بیشتر داستان بیگی و توپاک رو در قالب مستندهای کاملی براتون تعریف کردیم و قصه‌شون رو گفتیم، ولی خب در اینکه بفهمیم واقعا دیدی در کجا این داستان قرار داره و آیا میتونه واقعا انگیزه کافی برای اتفاق قتل توپاک رو رقم زده باشه وجود داره یا نه، باید برگردیم به کل داستان و اون ماجرا رو از ابتدا ببینیم که واقعا زمینه‌های اختلافات اونها از کجا شروع شده و واقعا دیدی در کجای داستان قرار داره. و این حرفی که حالا در سال 2008 دوین کیفیدی زده بود و دیدی رو مقصر دونسته بود و البته خود دیدی بارها توی مصاحبه‌ها و مسئله رو رد کرده بود بر حسب خبرایی که منتشر شده بود و واقعا حتی اصلا دوست نداشت وارد این موضوع بشه. چیزی بود که خب خیلی مناقشه آمیز بود و برای درک بهترش لازمه برگردیم به ابتدای آشنایی اونها و زمینه بروز اختلافات اونها، چیزی که خب میدونیم زمانی که توپاک با بیگی رفیق بود و خب ترجیح میده که بره یک آهنگی رو با استعداد بکنه توی استودیو مورد حمله قرار میگیره و خب هم مورد حمله قرار گرفتن اون و تیر خوردن اون و بهبود اون و زمانی که به زندان میفته زمینه رو برای انتشار آهنگ بسیار مشکوکی به نام هوشاتیا فراهم میکنه که بیگی منتشر میکنه، آهنگی به نام کی بهت چلی کرد که خب توپاک رو به این باور میرسونه که کسی که مسئول حمله به اون بوده کسی جز بیگی و تیم بد بوی رکوردز و دیدی نبوده و خب همین زمینه برای درگیری اونها بسیار بسیار شدید میکنه. توپاک به خاطر تجاوز به زندان افتاده بود، یک پرونده بسیار عجیب و غریبی داشت که خودش میگفت توش بیگناهه ولی خب مدارک جدی برای محکوم کردنش وجود داشت و خب در همین بینابین بود که شوگ نایت که فرصت رو میبینه و میفهمه که خب واقعا توپاک رپر بسیار با استعدادیه، میاد و مبلغ وثیقه اون رو جور میکنه، اون رو از زندان در میاره و اینطوری اون رو عضو تیم لیبل دسترو میکنه، لیبلی که از خطرناکترین لیبل های اون دوران موسیقی بوده و شاید در تاریخ باشه و خب بسیار کارهای عجیب و غریبی میکردن و ارتباطات خلافکارانه بسیار جدی با ما پایروبلادز داشتن، گنگ خلافکارانه‌ای که خب درگیری جدی رو با کریپس داشت و خب همین زمینه رو برای وفاداری توپاک به اون گنگ خیابونی بلادز فراهم میکنه و خب همین زمینه تنش‌ها رو بیشتر و بیشتر میکنه. توی سورس اواردز میبینیم که شوگ نایت میره بر روی صحنه و صحبت‌های جدی رو در مسخره کردن دیدی و بد بوی رکوردز و کل اون جریان بیگی و دیدی انجام میده و از این دیگه اگر کسی هست از وست کوست که از کار کردن با تیم منیجمنتش ناراضیه و مدیر لیبلش میاد توی ویدیوهاش خود نمایی میکنه بهتره بیاد و همین حالا به دسترو بپیونده، تیکه مستقیمی که اون به دیدی و حضور بی‌وقفه‌اش در موزیک‌های بیگی انداخته بود و خب جنگ رو بسیار بالا میبره. البته دیدی در این لحظه و در این مراسم میاد به روی صحنه و سعی میکنه که تنش‌ها رو مدیریت بکنه در عین حالی که اونها هو شده بودن توی نیویورک و اسنوپ داگ اومده بود و گفته بود که چطوریه که واقعا هیچ عشقی برای ما اینجا وجود نداره، ایست کوست چرا هیچ عشقی به ما نداره.
و خب دیدی هم بعدش میره به روی صحنه و از این میگه که باید این درگیری‌ها خاتمه پیدا بکنه و میخواد از همه که شوگ نایت و دسترو رو تشویق بکنن و خب این زمینه‌های درگیری اونها بارها و بارها وجود داشته و این اتفاقات تنش‌ها رو بسیار بسیار جدی‌تر میکنه. ولی خب زمینه که حالا اینجا حداقل ما متوجه میشیم که این قضیه از سوی دیدی حداقل به سمت و سوی آرومتر شدن پیشرفته بوده. به نوعی میشه گفت یک مقدار حرکت ریاکارانه‌ای بوده که تلاش می‌کرده حالا دیدی در عین حال بتونه محافظه‌کارانه‌تر عمل بکنه و انگیزه‌های خودش رو پنهان بکنه. حداقل چیزی بوده که از سوی بسیاری از مورخان رپید اینطور برداشت شده و خب کمی بعد بود که میاد و توپاک آهنگ دیس هیدماپ رو منتشر میکنه، آهنگ همشون رو بزن و یکی از خطرناکترین و شدیدترین و شاید بهترین و وحشی‌ترین دیس های تاریخ رپ هست. این دیسی که خب مستقیما میاد و بیگی مورد هدف قرار میده، داستان بسیار بسیار بدنامی که اون با زن بیگی خوابیده رو میاد توش توپاک مطرح میکنه و به تنش اونها دامن میزنه. دیس بسیار خطرناکی که بعد از اون اتفاقا محافظه های توپاک خیلی بیشتر میشن. حتی رجی رایت از این صحبت میکنه توی دادگاه اخیر که ما رفتیم و محافظه و بادیگاردهای بیشتری برای توپاک استخدام کردیم چون میدونستیم که تنش قرار بیشتر بشه و خب حتی خود دیدی و بیگی هم از این مسئله بسیار ناراحت میشن از این دیسترک و حتی بیگی که خیلی عصبانی شده بود از این دیسترک که حتی در مورد زنش صحبت کرده بود و اینها و میخواسته جواب بده، دیدی میاد و مانعش میشه و میگه که اگر ما بخوایم واقعا ترک رو منتشر کنیم و دیسپکی بدیم احتمالاً ممکنه که این تنش ها رو بسیار بیشتر و بیشتر بکنه و خب اتفاقی که واقعا البته داشت میافتاد و تنش ها داشت بیشتر و بیشتر هم میشد و خب در همین زمان هم هست که با بالا رفتن اتفاقات و دیدن این که خب توپاک ریشه ها و اتصالات بسیار جدی با گنگ ما پایرو بلادز داره، اون میره و تیم خلافکاری کریپس رو که دوان کیفیدی در ساوث ساید کامپتون کریپس درش دخالت داشته و به نوعی شات کالر یا رهبر اون بوده رو استخدام میکنه و همین مسئله رو به پیش میبره تا در نهایت اتفاقات بعدی رخ میده و در ماهای بعدی که به تعبیر بسیار مهمترین اتفاق رخ میده و اون درگیری اورلاندی بوده که خب در تیم کریپس بوده و میشه گفت نفیو یا خواهرزاده دوان کیفیدی بوده و اون که یک جای یک آدمی از تیم بلاد رو ما پایرو بلاد رو میبینه که گردنبند طلای دسترو رو داشته، اون میره به سراغش و باهاش درگیر میشه و اون گردنبند طلا رو میگیره و همین شاید زمینه درگیری و تنش رو پس از این به وجود میاره به عقیده بسیاری از مورخین و کسانی که در این زمینه ساعت‌های بسیار زیادی مطالعه کردن و کتاب‌های مختلف منتشر کردن که همین مسئله در نهایت منجر میشه تا چند ماه بعد زمانی که توی لاس وگاس مسابقه مایک تایسون برگزار بوده اورلانده و اعضای تیم گنگستری کریپس حضور داشته باشن و خب اونجا با اعضای گنگستری بلاز هم روبرو میشن و خب توپاکی که بسیار ارادت خاصی به دسترو و بلاز داشته وقتی که اورلانده رو میبینه و قضیه دعوا رو شنیده بوده به سراغش میره، مشتی بهش میزنه و خب این وسط شوگ نایت هم درگیر میشه با اورلانده و خب این اتفاق در نهایت باعث میشه تا اورلانده که اونجا کتک خورده بوده بسیار از این قضیه ناراحت بشه و برگرده به پیش عموش و خب این اتفاق دقیقاً همون چیزی که واقعا رخ داد و زمینه اصلی درگیری و تنش رو نشون داد که یک انتقام خیابانی در لحظه برنامه‌ریزی شده بود برای گرفتن انتقام از سوی تیم گنگستری کریپس که نمیتونستن تحمل بکنن خفت و خاری رو و همون شب میرن و توی خیابون یک جای پیدا میکنن توپاک رو وقتی که داشته از اون مسابقه بیرون میومده و میرفته به کلابی که اونجا قرار بوده شبش اجرا بکنه و همین مسئله رو اونها تصمیم میگیرن که همونجا حل و فصلش بکنن و خب اونجا جاییه که دوان کیفی اصلا رو میده به فردی که اسمش دری بوده و اون امتناع میکنه از زدن تیر به توپاک شکور و اون اسلحه رو میده به اورلانده چند تا تیر میزنه به توپاک و اینطوری یکی از بزرگترین رپرهای تاریخ موسیقی کشته میشه. اتفاقی که به سادگی نشون داد که در اون دوران چقدر اوضاع واقعا از زمینه یک سری کار هنری فراتر رفت و درگیری‌ها چقدر جنبه‌های واقعی و خلافکارانه به خودشون گرفته بودن و خب در همین بینابین بود که دقیقاً اتفاقاتی که رخ داد و قتلی که حالا همه متوجه شدن اتفاق افتاده زمینه رو برای بالا بردن تنش‌ها بسیار بسیار دیگه از حد کنترل خارج کرد. خیلی از آدم‌ها واقعا فکر می‌کردن که بیگی احتمالاً پشت این جریان میتونه بوده باشه و خب شان دیدی کومز هم یک
از کسانی بود که واقعا در زمینه و مزان اتهام قرار داشت و خب میدونیم که واقعا خیلی از آدم‌ها میدونستن که این کار کامپتون کریپسه و خب دوان کیفلی در سال 1999 میاد و مورد بازجویی قرار میگیره به خاطر پرونده‌ای و رد میکنه و در سال 2008 این مسئله رو قبول میکنه. ولی خب واقعا این مسئله شایع حضور دیدی در این ماجرا همیشه وجود داشته، ولی خب به نظر من حداقل این ماجرا چند تا سوراخ جدی و اساسی داره که اینقدر واقعا نمیشه اون رو در نهایت مرتبط با دیدی دونست و بیشتر به نظر میاد که بیانگر همون اتفاق و تصفیه حسابی بوده باشه که گروه بلادز با کریپس داشته و در نهایت اورلاندو پس از کتک خوردن تصمیم گرفته تا همون شب انتقام بگیره این تحقیر رو و کیفیدی همون کسیه که نقش جدی در اتفاق داشته. و خب اگر بخوایم واقعا بررسی بکنیم کل این ماجراها رو و ببینیم که واقعا چرا به نظر من حداقل میاد که دیدی نقش جدی در این ماجرا نداشته، در پوزیشن های بسیار مختلفی دیدی کسی بوده که اتفاقا برخلاف شوگ نایت و توپاک سعی در آرام کردن قضایا داشته و اگرچه که حالا مستقیما در بعضی جاها اومده و تیم خلافکار کریپس رو استخدام کرده برای حمایت و حفاظت از اعضای لیبل بد بوی، ولی در خیلی از جاها اون آروم کرده کارها رو و مثلا اون شیطنتی که در زمینه چرا آهنگ هوشاتیا داشته و اومده و اون رو منتشر کرده صرفا یک رویکرد مارکتینگ و استراتژیکی بوده که اون سعی کرده از این راه کلی پول ببره، کلی پول به دست بیاره. ولی خب بارها ما در طول حرکت کریر دیدی در این دوران میبینیم که اون اتفاقا خیلی متوجه این بوده که این درگیری‌های خیابونی برای بیزنس اون احتمالاً خیلی بد خواهد بود، رادیوها علاقه نخواهند داشت آهنگ اونها رو پخش بکنن و در مقاطعی اون اومده و جاهای سعی کرده این مسئله رو کنترل بکنه. یک نمونه بسیار مهمش همون سورس اواردز، یک نمونه بسیار مهم دیگهش همون جواب ندادن با آهنگ هیدماب در دیسی بوده که بیگی قصد داشته انجامش بده و به نظر میاد دیدی که خب حالا البته کار خلافکارانه کرده بوده و الان پرونده ثابت شده، ولی واقعا به نظر میاد که اون خیلی خوبی موضوع رو میفهمیده که این کار به صلاح بیزنس اونها نیست، چون اگر که واقعا قرار بود این کارها رو انجام بده میومده و کاری میکرده که مثلا بیگی آهنگ رو منتشر بکنه و میدونسته که این در نهایت میتونه به ضرر بقیه باشه و توی مصاحبه هم از این موضوع صحبت میکنه و به نظر نمیاد که دیدی واقعا کسی بوده باشه که دستور قتل توپاک رو داده باشه و خواسته باشه که کل درگیری و تصفیه حساب اونها اینطوری با هم دیگه حل و فصل بشه و بخواد واقعا این درگیری به اوج تنش‌های خودش برسه و در نهایت با یه همچین حرکت مرگباری به پایان خودش برسه و حتی در نهایت به انتقام منجر بشه. خیلی از آدما میدونن که خب مرگ بیگی احتمالاً بی ارتباط بهش نبوده و در بحث‌های غیر رسمی شوگ نایتی که متقاعد شده بود، بد بوی رکورد و همینطور بیگی پشت این قضیه بودن و باعث شد ستاره لیبل اونها یعنی توپاک کشته بشه باید به سزای عملشون برسن و دقیقاً بزرگترین ستاره لیبل بد بوی رکوردز بیگی هم به شکل مشابهی 6 ماه پس از مرگ توپاک کشته میشه و به نوعی تصفیه حسابی اتفاق میفته که شاید در مرحله اول دیدی سعی داشته جلوش رو بگیره و اتفاق نیفته، ولی خب بعد از این اتفاقات اون درگیری کوچیکی که بین اورلاندو و اعضای تیم بلادز که حالا وفادار به دسترو بودن رخ داده بود در نهایت کاری میکنه تا بیزنس اونها و کل اتفاقات اونها و دو ستاره اصلی کشته بشن و خب شوگ نایت هم یک کار جدی انجام در زمینه انتقام و از داخل زندانی که به دلیل قانون پروهیبیشنش که نقضش کرده بود به زندان افتاده بود دستور انجامش رو میده و البته حالا هیچ گونه مدرکی هم برای اون پیدا نشد و حالا داستان مفصل داره خود پرونده بیگی که چرا به نتیجه نرسید و حل نشده مون، ولی در نهایت کار رو به اینجا رسون و من فکر میکنم واقعا در تمام این اتفاقات کسی که واقعا نقش جدی میتونسته در این ماجراها نداشته باشه اتفاقا خود دیدیه و دلایل بسیار محکمی برای اثباتش حداقل به نظر من و بسیار از آدم‌ها وجود داره. اما پس حرفای کیفیدی چی؟ این که اون اومده و $1,000,000 داده به فردی به نام اریک فونزیپ و همینطور این که چرا اصلا اومده به اعضای تیم رقیب رو اومده و استخدام کرده و اصلا چه دلیل داشته این کارش، اینها واقعا چه دلایلی داشته که بیاد و دیدی اونها رو انجام بده و خب اگر واقعا بیگناهی چرا اومده و دوان کیفیدی از اون نام برده. اگر یک نگاهی به کل این حرف و حدیثایی که کیفیدی در این دوران زده بندازید متوجه میشید که کیفیدی در بخش بسیاری از صحبت‌هاش همواره حرف‌های بسیار
مسیر متناقضی زده و در طول این چند وقتی که داره در مورد ماجرا صحبت میکنه بارها و بارها آدم‌هایی که قاتل توپاک بودن به نظر اون رو عوض کرده و بارها حرفای مختلفی زده که شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل میتونه باشه که حرفای اون رو بدون سند و مدرک میکنه و صرفا اینها تلاش‌هایی بودن در طول سالیان که اون سعی کرده این پرونده رو از خودش و نقش خودش در این اتفاق کسی که شات کالر قضیه بوده دور بکنه و این رو به نظر گردن آدم‌های دیگه اورلاندو ماشه رو کشیده یک بخشی به حقیقت نزدیکه و آدم‌های دیگه‌ای مسئول صادر کردن دستور شلیک بودن و اینطوری بتونه اون از اون حکم فرار بکنه، چون بالاخره همه آدم‌ها میدونستن که این اتفاق افتاده و به صورت غیر رسمی درگیری دو تا گروه خلافکاری بوده که در نهایت منجر به قتل توپاک و پس از اون بیگی شده و خب اینجوری کیفیلی تلاش کرده تا این پرونده رو منحرف بکنه در طی جریان‌های مختلف. بارها و بارها آدم‌ها به سراغش اومدن. در سال 1998 در یک قرار دیلی که داشته اون از این صحبت کرده که شوگ نایت و پلیس‌های فاسدی که برای دسترو کار می‌کردن مسئول این قضیه بودن، چیزی که خب می‌دونیم واقعا اصلا منطقی به نظر نمیاد. رژی رایت توی همین دادگاه میگه که توپاک کسی بود که پول اصلی رو می‌آورد توی دسترو و اصلا کار غیر عقلانیه که ما بخوایم این کارو بکنیم. اگرچه که مشکلاتی داشت توپاک با شوگ نایت ولی اینا مشکلاتشون رو حل کرده بودن و خب واقعا احمقانه است کسی بیاد ستاره لیبل خودش رو، کسی که این همه میتونه براش پول سازی بکنه رو از بین ببره و بکشه و کار بسیار احمقانه‌ایه و واقعا هم منطقی به نظر نمیاد. و خب همین مسئله بود که وقتی خب خود کیفیدی هم انگار در اون دوران‌هایی بهش فکر کرده بود باعث شد تا بیاد و سالها بعد وقتی که خیلی از آدم‌ها به نقش اورلاندو در این ماجرا اذعان پیدا کردن بیاد و در سال 2008 اون قرار رو انجام بده، بیاد و صحبت‌هایی بکنه و بیاد و اورلاندو رو بگه که خب اورلاندو کسی بوده که تیر رو زده ولی مسئولیت از گردن خودش باز بکنه، بگه که خب شوگ نایت که نمیتونه کار بکنه به دلیل اینکه خب خیلی حرف ضایع میتونه باشه، پس بیام و این رو بندازم به گردن دیدی کسی که رقیب اونها بوده تا بلکه بتونم دیدی رو مقصر قرار بدم. مسئله که حالا رو بعد باشه این همه سال اون باز هم اون رو ردش کرده و این بار تقصیر رو گردن رژی رایت انداخته و دیدی رو بیگناه دونسته. رژی رایتی که میدونیم مسئول سکیوریتی دسترو رکوردز بوده و این هم واقعا اقدام احمقانه‌ای بوده. رژی رایتی که ماب جیمز یکی از اعضای دسترو معتقده که اصلا ابدا همچین کاری هیچ وقت نمیتونسته بکنه و همین تناقض‌های مختلفی که به نظر من باعث میشه تا ما نتونیم واقعا نقش دیدی در این قضیه بفهمیم و اگر بخوایم واقعا به بررسی این پرونده بپردازیم و ببینیم که چه کسی واقعا میتونسته مقصر اصلی مرگ خود توپاک بوده باشه، به هیچ اسمی بجز خود شخص شخیص کیفیدی و اون اتفاق اورلاندو نمیرسیم، چون واقعا دیدی ما در جاهای واقعا مدارکی داریم که سعی کرد تنش‌ها آروم بکنه و یک بیزنسمنی بوده که اتفاقا خیلی خوب میدونسته که این درگیری‌ها در نهایت به ضررشون تموم میشه و نشونه‌هایی ازش وجود داشته. شوگ نایت هیچ وقت نمیتونسته مسئول قتل کسی باشه که پول کافی رو برای اون به همراه می آورده و واقعا هیچ سناریوی دیگه‌ای در این زمینه‌ها نمیتونسته وجود داشته باشه جز همین ادغام خیابونی که دوین کیفیدیس نمیتونسته تحمل بکنه یکی از اقوام نزدیک رهبران گنگ کریپس توسط یکی از اعضای بلاز و دسترو کتک بخوره و اگرچه که حالا در جاهای دیدی ارتباطاتی با اونها داشته ولی این به معنی نقش دیدی در این اتفاق نیست و کسی که به نظر من حداقل تنها گزینه منطقی میتونه بوده باشه خود کیفیدیه که به طرز احمقانه بعد از این همه سال وقتی که فکر کردن قرار سال 2008ش قرار بسیار بسیار جدی و کسی نمیتونه محکومش بکنه با حماقت تمام تصمیم گرفت بره و جاهای مختلفی مصاحبه بکنه و از این ماجرا صحبت بکنه تا بتونه اینطوری پول کافی رو کسب بکنه، ولی غافل از این بود که این لاف زدن ها بیش از این نمیتونه ادامه بکنه و قراره که عدالت بالاخره بعد از این همه سال اجرا بشه. پرونده بسیار جالب و جنجالی که البته دادگاهش ادامه داره و اینا صرفا یک سری برداشت‌های من از فکت‌ها و داستان‌های اتفاق افتاده بود و خب خیلی خوشحال میشم که شما دوستان عزیز برام کامنت بذارین، نظرتون رو در بابت با هم به اشتراک بذارید. مرسی از همه حمایت و همراهیتون از دیستورشن. تا دو روز دیگه بدرود.